ولی میگم خودمونیم ما خونه رو خیلی مفت فروختیم. عیبی نداره، قرار 10 برابرش بهمون بدن. الناس که بیان. امروز وقتشه که این ارث درست و عادلانه تقسیم بشه. این سند ویلا و ماشین خدمت دخترم و دامادم که بعد از مرگ ما میخوره به اسمشون. برکتون باشه. زنده باشی آقا جون. انشالله خدا عمر با عزت بهتون بده. مرسی. ایشالله که 100 سال زنده باشین، خودم کنیزیتون رو بکنم. وا پس ما چی؟ هر چی که بهتون داده بودیم ازتون پس گرفتیم، همه رم دادیم به بهزیستی. اینم مدارکش. یعنی چی؟ پس همش نقشه بود؟ شماها با حریص بودنتون درس بزرگی به ما دادین که بزرگترین اشتباهه وقتی پدر مادرها زنده هستن ارثشون رو تقسیم کنن. دقیقاً به نظرم تنها چیزی که تو پیری دور آدم رو شلوغ میکنه پوله. پول. الانم گورتون رو گم کنین از خونه من بریم بیرون. تنها میشم به شب میگم